امروز همت از روی انصاف جواب دین که اگر همون زیر پوشی زن نباشد باور که کلی بدنش در بیرون است. باور کنیم به خدا در بازارو چشم تا دیگر همین تا اوی کرده نمیتونی. اگر همین یک زیر پوشمون نباشد تمام بدنمون در بیرون است. و حبیب خدا 1500 سال پیش چی گفت؟ اکی هم معجزه شگاو زنون بعد دعا کنیم که از جای دیگر ما هم منتظرن. معجزه بود در دوره پیغمبری نبود. گفت سینفان من امت اهل نار. اکنون صحبت ما در اون 4 میسه از تامر جان بود. که ایسا آمد انشاءالله بعد میگردیم شاید. میگد که دو طایفه سینفان من امت اهل نار، دو گروه از امت من ارزنده آتش دوزخ دارند. ببین ارزنده آتش دوزخ دو گروه انسان دارند. حبیب خدا را پرسیدند اینا کیا هستند؟ گفت یکم قوم معهم سیاد یضربون بها الناس، یعنی قوم معهم سیاد کاذناب البقر یضربون بها الناس. زمانی می شود که یک قوم براید در دستشون تیاق دارند که مثل دنب گاو است. با این تیاق مردم بیگناه را میزنند. امروز تمام دنیا در اعلان کردند که همون تیاق سیاه دوبینکه است که پیغمبر خدا دوره پیغمبر در این دوبینکه نبود که تلویزیون را ببینین کجای در مردم جمع است مردم را میزنند. حبیب خدا گفت زمانی میشود که آدمای میبرند که حق خود چه طلب کردن را میزننش. اگر حق چه طلب کردن که حق من است، مثال همینجا تو در حق من ظلم داری میزنند. رسول الله گفت اون کسانی که اینا میبردارن در سر مردم و پشت مردم میزنند اینها ارزنده آتش دوزخ دارند. دویم رسول الله چی گفت؟ بسیار عجیب گفتند و زمانی ما را گفتند نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات. ببین لا يدخلن الجنة رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها من مسيرة كذا وكذا. عجیب زیبا بیان کن. زمان میشود که نساء کاسیات، زنها لباس دارن. گفت پیغمبر لباساشون را میپوشن، چیزی از لباس هست همش میپوشن. عاریاتون، لیکن لباسی میپوشن که بدنش تماشا میکنی. ببین زمان پیغمبر در این طرز لباسایی که حاضر بدن نما هستن اینا نبودن. حبیب خود گفت زمان میشود که میپوشن لباس دارن لیکن بدنشون میتابد. عاریاتون مائلاتون ممیلاتون. اینا گفت که خودشون بیماری ناخوب شدن، اینا که گویم خیلی بی‌تمیز و بی‌خیرتن، لیکن همین بدبختیشون باز در دوگانه ها همسایه هاشون میرسه. گفت ولی بینین یک کس که پوشید چی میشود؟ دیگریش هم همونه آرزو میکرد، دیگریش هم همونه آرزو میکرد، بعد شهر پوری همون خیل میشود. رسول الله چی گفتن؟ لا يدخلن الجنة. برای این دو طایفه کاسنمة البخت هم گفتن پیغمبر زمان میشود که زنها گفت سرهاشون لوج میکنن و چنان گفتن مویهای سرشون میپیچونن که مثل در پشت شتر یک کوهان میگن طوری سرشون گفت مثل کوهان گفت مویهای سرشون میپیچونن. خب ولی زنکا میکنن که مثال در طوری سرشون مثال یک مویهاشون میپیچونن لیکن روی مال ندارن. حبیب خدا گفت هم تا میکنن. گفت روین گفت این زنها را و این مردهایی که مردم بیگناه میزنن از نام پیغمبر گوین که بوی جنت که از 500 سال راه به مشام انسان میرسد به مشام این دو گروه نمیرسد. بوی جنت نمیرسد. ولی کجا داخل شدنی در جنت؟ ببینید مادر عزیز همه این سخن خدا هست، همه این سخن پیغمبر خدا هست، لیکن همش به فایده ایمان است. ببین مشکل نیست. آخر امروز همین قیچی را گرفته و همین دخترایی که آستینای کلته دارن، دخترایی که آستین درازن، همون نمیتونه یک قیچی زدن می آستین چیه؟ لیکن ایمانش نمیمانه. لیکن خدا تأثیرش نمیمانه که هم قیچی را گرفته و همون را چکار کنه؟ از همون بری بالا پایین مثال گویم که ببرد. ولی اول یک زمانه مثال ما که سالای تقریبا 86 بود ما اویله دار شدگیمان، او زمانه آستینا کم تر باید تونیجورا بود. حاضر اینا کتف دایم میبینیم
حاضر بلند همین میدان اومده سال دیگر آستین گم میشود. اگر همین خیرفتن گیرد این آستینا گم میشوند دیگر تمام زن در بیرون انا مرحمت کو دیگر برکات شود کو مرحمت یگان فیض شود. بعد مرحمت کو ببینیم که در چه عذابای به خدا قسم ما و شما روبرو میشیم. خدا چه عذابهایی داره چه دردهایی داره که برای ما و شما راهی میکند وقتی که ما سخن خدا را اجرا نمیکنیم. به این خاطر این مسئله بسیار مسئله جدی است. مادرای عزیز همین بسیار توجه داشته باشید. یک کاری کنین که پگا گور میرین هممون. فراموش نکنین که گفتی همون عبدالقادر بیدل یک وجب راه است بیدل از تو تا دامان خاک. تا همون قوریستان محلت بین تو و بین قوریستان گو یک وجب های مثلا بسیار نزدیک گرفتن. یک وجب راه است بیدل از تو تا دامان خاک در سر میشگان چو اشک استاده هوشیار باش. تنگ اشکی سر میشگانی یا این زمان یا زمان دیگر میگلتی پیش خدا میره و خدا در خجالت بمانی. بسیار اونجا اگر هزار داد بگوی پشیمانی که کنی دیگر او فایده نمیبخشد. و این خاطر ما همین جدا هرچی قوت دارید هرچی کوشش دارید برای بهبودی فرزندامون برای آبروی فرزندامون برای آبروی خودمون کوشش کنیم. خدا خواسته باشد هم دنیامون هم آخرتمون زیبا میشود.